سلام بچه ها، من زینب هستم، پرستارم، ساکن سوئد، شهر مالمو که جنوب سوئد هست و همسایه دانمارک. خیلی خوشحالم از اینکه شما رو میبینم توی پیجم. اولین باره که من ویدیو میذارم. در حقیقت کانالم رو تازه ساختم به پیشنهاد دوستانم. خوشحال میشم که همراهیم کنید. از چالش های کارم، از جذابیت های کارم براتون میگم و کلا کار و زندگی در سوئد و خب حرفه پرستاری که خودم انجام میدم. در حقیقت سوالای شما، پیشنهادات شما به من کمک میکنه تا من پیجم رو بهتر کنم، ویدیوهای با کیفیت تر و با موضوعات مناسب تری بذارم. خیلی خوشحال میشم. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بنویسید برام. برای اولین ویدیو فکر کردم که خیلی خوبه که شما بیاین محیط کارم ببینین و ببین اصلا من کدوم بخش کار میکنم، چطوریه، چه شکلیه، لباس فرمم چجوریه و کلا مکان کارم چه شکلیه. خیلی خوشحال میشم که همراهیم کنیم. پس بریم که یه شیفت رو با هم داشته باشیم، شیفت عصر. خب بچه ها با هم همراه باشین که با هم بریم بیمارستان. اینجا مالمو خوکوس امروده هست. کلا تمام ساختمانایی که اینجا هست و میبینیم همه بخشای بیمارستانی هستن. من خودم قبلا تو این ساختمون کار میکردم ولی رفتیم به ساختمونی، این ساختمون بلنده که پشت بیمارستان تازه تأسیس هست و تقریبا خودمونم کمتر از یه ماه رفتیم اینجا. حالا میریم توی اون خیابون اصلی که باید بریم به سمت ورودی اصلی این ساختمون جدیده و بهتون نشون میدم که ورودی بیمارستان چه شکلیه. دانشگاهی که خودم هم درس خوندم، مالمو اونیورسیتت، همینجا تو همین خیابونه و کلا این محله بیمارستانی هست. هوا امروز عالیه بچه ها، باد میاد ولی بسیار عالی و آفتابیه و اینجا تو اسکاندیناوی آفتاب واقعا گوهره. این ساختمون مالمو اونیورسیتت هست، من اینجا درس خوندم. البته مالمو اونیورسیتت چند تا ساختمون داره. این ساختمونش دیگه مثلا رشته پرستاری اینجا بوده که خیلی هم نزدیک بخشای بیمارستانی هست و هم پرکتیک هایی که داشتیم و تو همین منطقه همه رو گذروندیم. اینجا هم یکم دیگه مونده که من برم برسم دیگه. داریم میبینین مردم رو، چه خاطراتی که من اینجا داشتم. یعنی درس خوندنهای قبل این همه سوء تفاهم بود. خیلی سخته درس خوندن به یه زبان دیگه، واقعا سخته و بسیار چالشی. من همچنان مستقیم برم از خیابون بعدی، هم خوب قاعدتا این خیابون زودتر میرسم، پس من میپیچم میام بر میزنم از این کوچه. این ساختمونه، ما طبقه 19 هستیم و پلان 9 میشه. حالا اینکه پلان چجوری میگم پلان نمیدونم، پلان 9
اما طبقه 19 همه. خیلی ویوی خوشگلی رو به شهر داره، رو به یه دریاچه خیلی قشنگی به اسم پیلدامس پارکن داره و منطقه مسکونی هم میتونیم ببینیم. خیلی خوشگله، واقعا قشنگه منظرش. از اون کوچه بعدی هم که بیایم خب باز از همین روبرو در میایم، ولی من تقلب کردم از کوچه قبلی اومدم. ورودیش هم اینجاست، آدرسش هم که داریم میبینین. این درم که این همکارمون فشار بدن در باز شه. آها باید کارت بزنیم. خب این خودش کمک کرد دیگه، من نمیرم این کارو بکنم. مرسی. یه سری کاغذ رو نوشته و وسایل دارم باید بردارم. معمولا چسب اینجا من یه تلفن دارم باید برم بردارم. این مال منه، اسمم نوشته. اینجا هم اینفورمیشنمونه. یه اتاق کوچولوی استراحت داریم. این ورم میره اتاق پرسونال هست برای اینکه غذا بخورن، جلسه برگزار کنن. کنفرانس روم هم هست. یه ویو خیلی خوشگل داریم. الان نمیتونم نشونتون بدم، شلوغه، خلوت شد، فیلم میگیرم. بعد اینجا دو سری کریدوره، هر کریدور 6 تا اتاق داره و بعد یه اکسپدیشن، دوباره یه کریدور دیگه، 12 تا اتاق این طرفه. و وقتی هم بریم به اون سمت یکم پیچیده است، حالا بهتون توضیح میدم. 12 تا اتاق هم اون طرفه. هر 6 تا اتاقی که این وره و 6 تا اتاقی که اون طرفه وسطش اکسپدیشن هست، اکسپدیشن به سوئدی، و ما پرستارا اونجا میشینیم. Varför tårta? Vi kanske skulle ha så här. Inget förslag. سلام بچه ها، من اتاق دارو هستم. الان تو اتاق اکسپدیشن نمیتونستم صحبت کنم، پر پرسونال بود و در حال حاضر شلوغه. حالا وقتی خلوت شد بهتون نشون میدم. خیلی خوشحال بودم که امروز من رسورس خویشوترش کنم، پرستار رسورسم. پرستار میشه خویشوترش کنم مثل خوشحال بودم که پرستار رسورسم، یعنی کمکم، تیم ندارم، ولی اومدم دیدم همکارم که قرار بوده تیمو بگیره دیرتر میاد و مجبور شدم من تیمو بردارم. حالا اومدم داروهاشون رو آماده کنم و راپورت گرفتم دیگه. من اصطلاحاتی که میگم بچه‌ها به زبان سوئدی، چون من به سوئدی درس خوندم اینجا. واقعا از پرستاری ایران اینکه واژه ها رو چی تلفظ میکنن، چه جوری صحبت میکنن، واقعا نمیدونم. من سوئدی درس خوندم و طبق سیستم اینجا پرستاری رو یاد گرفتم. ایران اصلا در یک زمینه دیگه ای کار کردم و درس خوندم که به وقتش اگه دوست داشتین براتون توضیح میدم. ولی الان خب من باید برم داروها رو آماده کنم. همکارم که دیر میاد قرار داره رسورس باشه. من خیلی خوشحال بودم امروز رسورسم، ولی خب اینجوری که پیداست عصر خیلی شلوغ و پرماجرایی داریم طبق معمول. من یک هفته خیلی شلوغی داشتم تو همین تیمی که الان دارم. دیروز رسورس بودم و دیدم برنامه رو که امروز هم منو رسورس دادن. خیلی خوشحال شدم تا آخری، حالا یه ذره نفس میکشم چون وقتی که تیم داری خیلی کارت زیاده، ولی وقتی رسورس هستی کمکی، فقط بیشتر دارو آماده میکنی، کمک میکنی، اونقدر مسئولیتش بالا نیست. ولی وقتی تیم داری یعنی باید چهار چشمی همه چی رو بپایی. بعد تیم لیدر دیگه هی بعد بگی اینجوری. ویدئوی قبلی قطع شد، مجبور شدم دوباره بیام. آره وقتی که تو تیم لیدری خیلی کار داری، خیلی کار داری، چهار چشمی باید همه چی رو بپایی و حواست باید به همه چی باشه. خیلی مسئولیتش بالاست. اما وقتی رسورسی این اتفاق نمیافته، تو بیشتر کمکی و با اون تیم لیدره هماهنگ میکنی که چیکار کنی چیکار نکنی. در حقیقت تیم لیدر به تو میگه چیکار دیگه.
امروز هم از این دیگه. حالا بعدا سر فرصت هر دوستی از کسانی که براشون جالبه پرستاری یا کار در سوئد میتونن از من سوال کنن و بهشون توضیح میدم که سیستم اینجا چه جوریه. حالا باید بریم اولین مریضی که ساعت 3، الان ساعت 1:30، ساعت 3 دارو داره، یه داروشو من باید آماده کنم و مهمترین چیز اینه که ما باید اتیکت نام و اتیکت باید پرینت کنیم، اسم مریض، شماره ملیش، اسم دارو، همه چی رو باید چند بار چک کنیم که اشتباه نشه و این خیلی مهمه و من باید براش آماده کنم تا این خانم رسورسمون تشریفشون رو بیارن. خلاصه اینجوریه، یهو خوشحال خندون میری میگی آخ جون آخ جون، همه چی عوض میشه. این هم اتاق دارو، اگه دوستشون ببینین دارویی که آماده کردم باید به صورت سرم به مریض بزنیم. این هم قسمت دارو، قفسه های دارو، مثل داروهای پیوند کلی است که خیلی داروی خاص و گران قیمتی هستن. همکارم بهم گفت که یه مریضی که خیلی نایسه، واقعا همه ازش آسی هستیم، چقدر بد بدن، از دیالیز که بیاد آنتیبیوتیکش مونده و واقعا نمیدونم تجربهشون خیلی خیلی اذیت میکنه، همون چقدر بد بدن واقعا مناسب براش. خب حالا این هنوز که نیومده، میریم بعدی. خب باید ببینیم فکر کنیم لازمه سریع آماده میکنیم. بعد ما یه آوستمنینگ داریم با دکترمون که یعنی میریم و باهاش صحبت کنیم چیکار باید بکنیم. واقعا نمیدونم آوستمنینگ به ایرانی به زبان خودمون چی باید بهش بگیم. یه چک میکنیم با دکتر که چیکار باید بکنی و ادامه میدیم تیممون رو. الان بیمار بعدی دارویی که داره رو باید آماده کنم. مال ساعت 3 هست ولی خب بهتره من الان که ساعت 10 دقیقه به 2 آماده کنم چون بعدا باید بدوم و وقت نمیدونم. راستی ما اینجا آشغالا رو تفکیک میکنیم، پلاستیکا یه سمت، کاغذها یه سمت، داروهای وسیله‌ای هم که غیر قابل تفکیکه باز یه جای دیگه است. من فکر کردم امروز روز آروم خواهد بود ولی تمام نروز سالی که نکوس از بهارش پیداست. خب غر زدن بسته، بریم کارمون رو کنیم. خب یکم بخش الان آروم تر شده. من رفتم به مریضام سر زدم، چک کردم، احوال پرسی کردم. حالا بعد بیایم و بقیه کارمون برسیم. ساعت 4 من اومدم یه چیزی بخرم برای شام. یه فروشگاه کوچولو هست این پایین که میتونیم بریم و یه چیزی بالاخره بخریم که گرسنه نمونیم. بیشتر برای تنبلاییه که آشپزی نمیکنن، وقت نمیکنن تو خونه آشپزی کنن. کیفیت غذاش خوبه، سالاد داره، سری غذاهای آماده داره که کیفیتش خوبه، کافه، شیرینی، هر چیزی که بخوایم هستش. اینجا بهش میگن پرسبیرون، بزرگه تقریبا، چیزای خوب داره. من یه خریدی بکنم برای همکارم، هم قراره یه چیزی بگیرم. اینجاست. برای خودم پاستای پنه گرفتم، برای همکارم نون گرفتم سفارش داده بود، منتظر یه چیز خوشمزه هم یا چیلی چیز خوشمزه حسابم کردم، منتظرم که بهم بده تا ببرم بالا تو بخش. سالاد بارم دارن اینجا. دیروز سالاد خوردم دیگه، فکر کردم که دیگه تروکیک میشه، به قول سوئدیا تکراری میشه. اینم سالاد بارشونه، چیز خوبیه. تا برگشتم از قسمت خرید و چیزای خوشمزه، یکی از اقوام چقدر بد بدن به من زنگ زد و یه مقدار سوال جواب کرد و البته پرسش داشت، خب منطقی بود.
و خب به سوالاش جواب دادیم. یه وقتایی واقعا خیلی سوال دارم و ما میدیم تلفن رو به دکتر جواب بده، ولی در قسمت اول همیشه ما یعنی پرستارا جواب سوالاشون رو میدیم. خب ساعت ملاقات هم از ساعت 9 صبح تا 7 عصر. یه وقتایی خب میان تو بخش و حضوری سوال میکنن، گاهی وقتا با تلفن. به هر صورت باید جوابشون رو بدیم. فعلا اوکیه، همه چی اوکی، فقط اون چقدر بد بدنه یه ذره مشکل داره امروز. امیدوارم که آروم پیش بره و چون من فردا پس فردا تعطیلم، آفم و نمیخوام که امروز رو با خستگی و کوفتگی برم خونه. این پشت سر هم که میبینین یه تابلویه که مریضای دوتا تیممون هستن. الان در حال حاضر 12 تا مریض داریم. یه تیم کلا مریضای پیوند کلیه دارن و یه تیم مریضای مدیسین کلیه هستن، یا بیماری کلیه هم میتونیم بگیم. اینجوری فعلا داریم. یه پرستارم که گفتم همکارم که ساعت 2 اومد و اینا، اینم به عنوان رسورسه که کمکمون میکنه، حالا هر چی نیاز داشته باشیم بهش میگیم. الان یکم سوسکی میتونم بهتون نشون بدم. فعلا خلوته، من اونجا نشسته بودم، الان اومدم این طرف و این قسمتی که میبینین اکسپدیشنمونه و من که این تیم هستم. از اتاق 7 تا اتاق 10 اینجاست. اتاق 11 و 12 هم دارم که میپیچه میره به سمت راست. اینجا یه دستگاهی ما داریم بهش میگیم رول پست که آزمایش خون میتونیم بفرستیم به بخشای دیگه، به آزمایشگاه یا چیزهای دیگه مثل خون یا آزمایش یا هر چیز که لازم باشه از بخشای دیگه بگیریم. میذاریم توی این، بهش میگن پاترول، میذاریم توی اینا و میفرستیم از این قسمت. این قسمت هم میره به سالن غذاخوری مریض. اتاق دارو اینجاست، همکار من داره یه کارایی میکنه. جای خانم سوال کرد کافه کجاست و من بهش آدرس دادم و اینجا سالن غذاخوری برای مریضاست. آشپزخونه هم همون قسمته و یک تراس خیلی خوشگلم اینجا برای مریضا هست که بخوام بشینن و از ویوی شهر لذت ببرن. الان عصر، خیلی خورشید اینجا رو گرفته، صبح ملایم تره اوضاع. جامعه دریاچه‌ای هست این پشت، بهش میگن پیلدامس پارکن. این پلی هم که داریم میبینین شهر مالمو رو به شهر کوپنهاگ متصل میکنه، یعنی دو کشور سوئد و دانمارک از این طریق به هم وصلن. از خونه من تا مرکز کوپنهاگ تقریبا نیم ساعته وقتی که ما از این پل رد میشیم با قطار یا اتوبوس. اینجا اتاق خالی هست، میتونم بهتون نشون بدم. برم داخل اتاق و ببینید. هر اتاقی هم یه دستشویی مجزا داره و یه نیمکت داره که تبدیل به تخت میشه اگه همراه مریض بخواد بمونه. همچین ویوی هم داره به شهر. داخل دستشویی هم است. میریم یه جای باحال سورپرایز. اینجا رو میتونیم ببینین.
تا برسیم به قسمت سورپرایز برنامه. بالاخره ما مریضایی داریم که جراحی شدن، پیوند کلیه شدن، حرکت و ورزش براشون خیلی مهمه. ما اینجا از این امکانات هم داریم که فیزیوتراپیست، همون فیزیوتراپ میاد و با مریضا اینجا تمرین میکنه. البته خود پرسنل هم میتونن استفاده کنن. بازم این یه ویو دیگه از شهر، یه منطقه دیگه شهر. اتاق خالیه فعلا در حال حاضر. کلا بخش آروم بود امشب، خدا رو شکر. مقال معروف خدا رو شکر. همچنین دکوراسیونی هم اینجا داریم. الان ربطش به بیمارستان واقعا نمیدونم چیه، ولی خب دمشون گرم. اونی که این تابلوها رو اینجا دیزاین کرده. یک مشت مرغ و خروس هم اینجا داریم، واقعا دلیلش رو نمیدونم ولی باحاله. بچه‌ها من شیفتم تموم شد دیگه، دارم میرم خونه. امشب آروم بود شیفتم تا دقیقاً 1 ساعت مونده به گزارشی که باید به پرستار شب میدادم که بهش میگیم راپورت. گزارش که هر شیفت به شیفت بعدی میدیم راپورت، همون ریپورت انگلیسی میشه. خب چون ما سوئدی دیگه، زبان سوئدی میگیم راپورت، یه همون گزارش. اومدم که راپورت بدم. قبلش یه اتفاق خیلی اورژانسی افتاد، خیلی دیگه بدو شد، ولی خب معمولا همینجوریه وقتی که شیفت از کار میکنی و آرومه، آخرش یک اتفاقات عجیبا غریبا میافته که میدوی تا لحظه آخر، دقیقه 90. ولی خب بالاخره دیگه شیفت رو تحویل خانومای پرستار شب دادیم. 2 خانم پرستار شب بودن برای بخش. یه دونه هم آقا بود که در واقع کنار دستش فعلا داره میره، تازه مدرک گرفته. خوب بود در کل امروز. امیدوارم شما خوشتون اومده باشه. بالاخره هر چقدر تونستم بهتون نشون دادم. یه سری چیزا رو اصلا نمیشه نشون داد و جز به قول معروف سکرترس یا مسائل سکرت به حساب میاد که اصلا نمیشه نشون داد. تا جای ممکن سعی کردم نشون بدم. چه خبره؟ البته بخش آروم بود. اگه بخش شلوغ بود و اذیت وحشتناک بود اصلا فرصت اینکه فیلم بگیرم هم نبود. یعنی اینکه فکر نکنید که همیشه آروم و شیک و مجلسی. میرم خونه برم استراحت کنم. 2 روز آفم. لیلا 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 لیلا. همه گفتن خوش به حالت، خوش به حالت. امیدوارم که هوا خوب باشه فردا. هواشناسی که نشون میده آفتابه، ولی فردا که بیدار میشیم از خواب باید ببینیم خدا چی خواسته. هوای سوئد غیر قابل پیش بینیه و به قول خودشون تو باید واسه همه فصل‌ها لباس مناسب داشته باشی. ولی ضرب مثل دارن که میگه هوا همیشه خوبه، تو لباست مناسب نیست. بله، امیدوارم فردا هوا خوب باشه و یک چرخی در شهر بزنیم. بعد یه چند روز حسابی تراکتوری کار کردن دیگه بریم تو شهرم یکم بچرخیم. اگه دوست داشتیم میتونم برم شهرم بهتون نشون بدم. خلاصه کم و کاستی ویدیوها رو ببخشید. تمام تلاشم این بود که بیشتر یه آشنایی به شما بدم و شما خودتون به من پیشنهاد بدین که واقعا چیکار کنم. خب خیلی کمک میکنه به من پیشنهادات شما. هنوزم خیلی حرفه‌ای نیستم برای ویدیو گرفتن، نمیدونم من چیکار کنم. راهشو بالاخره پیدا میکنیم. خیلی خوشحال شدم بچه‌ها. شما هم امیدوارم که حال روزتون خوب باشه و اوقات به خوشی و آرامش بگذره.